به یه مینی ولاگ درسی خوش اومدین. من همیشه اولین کاری که میکنم برای گرفتن انگیزه اینه که یه شمع آروماتیک واسه خودم روشن میکنم. هم خوشبوه هم خیلی خوشگله. و شروع کردم درس روانشناسی خوندن و یک چیزی دیدم که واقعا کوکوپرم ریخت. یه کسی بوده به اسم فینیس گیج یا هر جور که اسمشو میگن که این بنده خدا توی تصادف رانندگی اینجوری یه میره تو مغزش و طرف هیچیش نمیشه، زنده میمونه، ولی به خاطر این آسیب کلاً شخصیتش به طور کامل عوض میشه، به طور کامل. و یه چیزی که دانشگاه ما داره که خیلی خوبه اینه که ما به تمام کتابای مرجع دسترسی رایگان داریم به صورت آنلاین و نیاز هیچ پولی بدیم. و این کتاب همونجور که میدونین خیلی هم گرونه. مثلا کتاب نتر واسه آناتومی کلینیکال آناتومی خیلی گرونه. اینجا فکر کنم 150 یورو قیمتشه، ولی خب ما به همشون دسترسی داریم و واقعا دستشون درد نکنه، به خدا.